در انتخاب هم خیلی را بگیرین، فردا پشیمون نمیشه. فردا پشیمون نمیشه. دیگه در زندگی مشکلات ایجاد نمیشه. میگه شیخ سعدی میگه زنی خوشمنش خواه نه روی خوب. زنی خوشمنش خواه نه روی خوب که آمیزگاری بپوشد عیوب. حضرت میگه مصلحت من، مصلحت شیخ سعدی، شیخ سعدی که ما در نیویورک رفتیم، در پشت سازمان ملل متحد بنی آدم اعضای یکدیگرند. مصرع‌های بسیار بلند شیخ سعدی در پشت بگیم همون سازمان ملل متحد نویسندگی. این شیخ سعدی میگه که زنی خوشمنش خواه نه روی خوب که آمیزگاری بپوشد عیوب. میگه فرزندای عزیز، میگه شما حرکت کنین که میگه زنی که خوشمنش باشه. خوشمنش به معنای خوش اخلاق، به معنای خوش رفتار، به معنای خوش گفتار، به معنای بگیم برادر عزیز زنی قناعت داره، زنی که بگیم همیشه شکرگزاری در برابر نعمت‌های الهی داره. میگه همتری بخواب اول زن مثال انتخاب کرد نه روی خوب. روی خوب میگه اینجا اعتبار نیست که آمیزگاری بپوشد عیوب. اگر بیزیبم باشه لیکن زنی پاک دامن، زنی راست قول باشد، همین پاک دامنی و راست قولیش میگه اما روی بدروگیش هم میپشانه نمیبینیش. بله برادر عزیز، من اکم مقایسه کردم در همه آدم، گفتم بین که همین آدم نداشته است از همین خصلت‌های خوب که خالی بوده یا جمال خوب که داشت، دل مردک گرفت. لیکن زنی که اگر بدرو هم باشه لیکن وقتی در او صداقت میبینی، در او حرمت میبینی، در او احترام میبینی، در او سیر اسرار تا مثال پنهان میکنه، امانت خیانت نمیکنه، یعنی وقتی همه چیزا را که میبینی، بدرو هم که باشد بدروگیش دیگه نمیتابه. برای همین برادرای عزیز سر آیت بودیم که خداوند بر مردها گفت که و عاشروهن بالمعروف. وقتی زنی را انتخاب کردیم ما فهمیدیم که باید کی را انتخاب کنیم. دوم وقتی انتخاب کردی الان میگه مناسبت و معامله خوب کن. مناسبت و معامله خوب کن. یعنی هیچ مرد برادر عزیز حق ندارد که در برابر زن مناسبت بد کنه. این آیت قرآن برادر عزیز. اگر همین آیت قرآن نمیشد منم برادر عزیز هیچ ضرورتی نبود که برای برادرامون، برای زنگیرامون، برای مردها من همین را معنا کنم که بچه آگاه باشین که الله مهربان همین فرمان صادر کرده که با زنها مناسبت خوب کنیم. یعنی هر کسی که امروز اگر میاد روی این خانه دو بعد همین زنک مسخره میکنین، طعنه‌اش میکنین، حقارتش میکنین، خلاص در حقش ظلم میکنین. باری بسیاری بچه های هسته که میگه که انا همین گودک همین میدروم همین گودک یا ونگ ونگ کنه اگر میگم بگی همون گواره رو میگرفته و خانه دیگه میرفته این در بالای دیوال اکا دیخ میکنه. خب اکا همیره برای خودش چی بوده است؟ برای خودش یعنی یک غیرت، من یعنی یک مثال حیبت دارم، من سیاست دارم در خانه. اکا همین قیقی زنای ما شریعت نمیفهمند. اگر نه کلام کردن او سگره در گردن مردک در گردن زنک نیست. اون درم بغل میپرده میگه بگی با یک همون دزدی زور میگه سوی بگو وابست های نکته هم دزدی زور شیدگی با مرا خانه روی میکنیم و دنبالی در میدویدم تا دیخ میکده. همین جهل جاهلی که نیست این شریعت هم همین چیزا را به نظر گرفته که همین زایدن همون کودک به دنیا آوردن همون کودک کم مشکلات برای زن. برای همین برادرای عزیز
یک پیغمبر نازنین با همون هیبت و وقارش کودککاشا میگیری، کودککاشا میجنبان، لباسهاشا خودش میدوخت. ببین حتی حیوان خودش میجوشید. آیا او چی؟ او مردک نبود؟ تمام مردمی بگیم تمام مسلمان های همون زمان همه ننگ، ناموس، عار، تمامی غیرت از پیغمبر آموختند. ولی بازم یعنی در درون خانه اون مردک یک راحت و برکت بود. ولی بعضی زنها میگن که ناشرکی نشوه، حاجی بابا خدا میگه من مردک دیر بیا، دلشون را گرفته یوخی. همین که میدونه در درون خانه همین دلگیر آدم چخیره، همین خدا میگوی دیرتر بیا، خدا میگوی دیرتر بیا. یکی آدمی خوب شد در خانه انتظاری میکشن که همین بر وقت ترک بیا پدرمون یکان ساعتک بشینیم، یا راحت کنیم، یک 4 تا صحبت کنیم. همین آدمی خوبه و رفتار خوبه همه دوست میدارن. پیامبر نازنین میگفت که خیارکم لنسائهم. این میگه اگر همین خانه در برادرها باز اگر 30-40 تا مردها اگر بگیم شتگی باشین، شما میدونید که پیامبر من یک عجیب یک چیزی داره، میگه میدونید که بهترین شما کیه؟ باز دمی درون باز در اگر ما با طریق سوال همین سری بابای دولت مراد سر کنم، اون کو بابای دولت مراد بگم همین درون در بهترین مردک کیه؟ یا جواب میگه. اون برادر ما هر کی جواب میگه. یکی جوابی را که پیامبر گفته است در یگان ذهن و در یگان فهمیش ما و تو برادر جای نداره. بین حضرت گفتن بهترین امت من، بهترین مردهای امت من همون نفرهایی هستن که زناشون قطعی مناسبت خوب دارن. با زن مناسبت خوب داری تو بهترین مردهای امت منی. پس اگر ما مناسبت ما ویران میشیدای ما از بدترین مردهای امت بودیم. برای این برادرای عزیز و گرامی همیشه این مصلحتایی را که من اگرچه اشاره به سوی بگیم شاه دامادم که کنیم، ولی همه ما و شما که از این نعمت برخورداریم در برابر اینها هم می شود که این خیر است که از طرف زنها هم بعضی لغزش ها می شود، بعضی کمبودی ها می شود. لیکن پیامبر میگه لا یفرق مؤمن مؤمنة این کری منها خلقا رضی منها آخر. میگه بچم هرگاهی که یگان مقصد بدی یا یگان ناراحت کننده عمل ای طرف زنها با شما شید در او غضبناک نشید، در او غضبناک نشید. اگر یکی این کارش ناراحتت کرد با یک کارک دیگه که داره که راحت میکنی با یک کار دیگهش میگه راضی میشه. ایش راضی نشیدی ایش راضی میشه. برای همین خیلی همین دنیا که همه کاری زن سر به سر برای مرد موافق نمیشه. من